یکی از زیباترین چشمه‌سارهای غرب کشور با طبیعتی بکر، آبی زلال و درختانی کهن مقصدی آرام برای عاشقان طبیعت است. از دل کوههای خاموش آبی می جوشد که قصه ها دارد. گاهی طبیعتش روایتگر است. سراب کنگاور کهنه نگینی در دل طبیعت بکر شهرستان نهاوند بخش خزل می باشد. در دل کوههای سر به فلک کشیده گرو، جایی در غرب نهاوند، چشمه‌ای می جوشد که جان تازه‌ای به زمین و جان آدمی می بخشد. اینجا نه فقط یک چشمه بلکه تابلویی از زیبایی‌های طبیعت است. درختان چنار و بید کهنسال، نوای پرندگان، آبی زلال که بی وقفه از دل زمین می جوشد. سرابی که از گذشته‌های دور همدم مردم و هنوز هم در گرمای تابستان و خنکای بهار پناهگاهی است برای دلهای خسته. اما با همه شکوهش سراب کنگاور کهنه هنوز منتظر توجه بیشتر برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری می باشد. اگر گذرتان به نهاون افتاد، دیدار از این گوشه آرام و پر رمز و راز را از دست ندهید.